برگشت به رحمت از حسرت به وصلت چه انتظاری زیبا. بعضی ها انتظار وصلت گذشته میخواهند که برگشت نداشته باشد. نفر آینده را میگوید که خود نمیداند. نفران خواهش‌هایشان را قفل میکنند و در پنجه نافهمی ها پیچیدند. لیکن وقتی عمل چقدر دیگر شده باشند و چقدر فرق کنند هم زبان یکدیگر را فهمیدن حضور به میان می آورد. اساس در همین است. اما وقتی که از زبان و روش و حال نفهمند و مثل نافهمی های نوی هفت بهار یکی تمام نشده دیگری پیدا می گردد. دوغان راست میگوید سرما. مگر تو زبان خط داده او را آزاد کردی؟ سرما بیست. دیدی عمر خیلی عشق رنگ همه چیز را دیگر میکند. آرام شو پسرم، آرام شو. شرم میدارم که تو رو جیانم گویم. همه زنهای این آینه به تو همچون فرزندی خود مناسبت کردن. حق مادری دارن. مگر این است پاداشی مادری؟ اما تو را کم مهربانی کردیم که با ما چنین رفتار کردی. مینت نکنید اما برای پاداش شده و من خوبی میکرده باشید. من احتیاج به خوبی شما ندارم. مگر شما 8 سال در نزد من بوده؟ دخترم تو با یعقوب باش. شین پسرم، شین. از پس سرما رفتم اما نایستاد. کاری خیری رو پرتافته به اینجا برگشتم. اکنون برای اینجا موندن سبب نمانده است. این چه معنی دارد عمر؟ تعییناتم رو میخواهم بابا. از اینجا میروم. این چه می شود عمر؟ همه چیز رو پرتافته میروی؟ کدام همه چیزم من؟ همه چیز گفته به اینجا برگشتم، لیکن هیچ چیزم نمانده است. مادرم را از دست دادم، پدرم باشم در حبس، عمک‌هایم مرا چشم دیدن ندارند. سرما باشد از روزی به اینجا آمدنم غیر از درد و فریب، غم و اندوه دیگر چیزی ندیدم. بعد اینقدر حادثه ها در اینجا ماندن من یگان معنی ندارد. خودی همین روز درخواست تعیین میدهم، میروم. سرما، یک کارت به دیگرش موافق نیست. مادامی که نمیخواهی شرم را از زندان برآوردی. سببش رو از من بهتر میدونی. سرما، با تو گپ دارم.
مادر جان شما رفتن گرید من بدتر میآیم. پسرم به خانه میرفتیم؟ خیر مایش خودت میدونی. هارون چرا اینقدر دیر برگشتی؟ ترسیدم که با تو حادثه رخ داده است. کارهایم را تمام کرده آمدم سعیده. اپم را در مکتب بی‌پرستاران جا کردیم. او هم خواهش کرد که دکان رحمتی پدرم را به کار درآوریم. دو چشمم بر راحت بود. خیال کردم که از من روی گردوندی. مگر از روی گردونده میتوانم؟ کاش میدونستی که به تو هر یک نفسی گرفتم دلم رو میخراشی. به تو قول داده بودم که با تو ازدواج میکنم. اگر سرم رو زیر تیغ گذارندم از تو دست نمیکشم. حلیمه زبانت را خورده مگر؟ بگو از کجا اینقدر پول یافتی که با آن احمق رام کردی؟ پیران نمیکنم میگویم. حلیمه من از تو میپرسم. تیلاوری هایم را فروختم. اما قسم میخورم که دیگر تکرار نمیشود. دیگر به تو چی گویم حلیمه؟ چی گویم؟ چرا دروغ گفتی؟ این چه هاست؟ من تو رو باز کی دیده میتونم سعیده؟ حلیمه زود دخترت را گرفته به خانه بیار. زودتر. خیر تا باز دید. من به تو چی گویم؟ وقتی که بیانات نوشتی که داغن آزاد شود فکری مرا کردی سرمه. یعقوب آغشته خون بود و از سری من چه ها گذشت. من در چه حالت بودم. تو سوختنی مرا فهمیده میتوانی سرمه. یعقوب چی گناه داشت؟ او با عربش به زور زندگی میکرد. تو باشی کسی را آزاد کردی. قصد جانی او کرده است. مگر خودت نگفته بودی که یعقوب به تو مثل برادر است؟ به کسی نزدیکت همین خیل رفتار میکنی. پس همه مهر و محبتت ساخته بوده است. این طور ندارید اما جان. میخواهید دانید که چرا من این کارو کردم. مقصدی داغان حبس شدن از زیامتی علیم در اومده. رو کشتن بود. فهمیدید اما جان؟ برای نجاتی اما که علی من مجبور شدم که دروغ گویم. اگر داغان را از اونجا نمیبرآوردم آنگاه عمر پدرش رو تماما از دست میداد. سرمه این گفته‌هایت درست است؟ فکر میکنید که بعد این قدر کارها داغن رو به خواهش دلم حمایه میکنم؟ من دیگر علاج
ایلاج نداشتم اما آرام شو دخترم. من این طرفش رو فکر نکردم، لیکن این مراتب عمر رو از دست دادی. شما چی گفتن میخواهید؟ عمر از اینجا رفتنیست دخترم. اینجا تگه کاسه نیم کاسه نباشد. سرما که خود اینقدر حقیقت پرست است چرا دروغ گفت؟ این رفتار او را نفهمیدم. البته نمیفهمی جیان. سرما نمیخواد که تو دانی، برای همین حیران میمونی که چرا نجات داد. احمق، تو یگان چیزی دیگر رو میدونی؟ داغن تو هم میدونی. با من نگاه کن. سرما تو رو دوست میداشت است. خودش با من گفت. عمر همه چیز رو ترک کرده کجا میروی؟ چرا از اینجا رفتن میخوای؟ عمر بگوی. آخر پیش از به اینجا آمدن چه آرزو و چه نقشه هایی داشتیم. تقدیر هفت بها رو عوض کردنی بودیم، مگر سببش منم؟ نه چرا این فکر میکنی؟ از اینجا رفتنم سبب‌های زیاد دارد. مادامی که پرسیدی من میگویم تو سبب نیستی، زیرا در حیات من سرمه‌ای که با من بی‌وفایی کرد دیگر نیست. تو دیگر در حیات من نیستی سرمه، نیستی. عمر التماس این کارو نکن. خودت میدونی که نسبت به تو چه حسیاتی دارم. چه اشتباهی کردم که به اینجا آمدم. دیگر در اینجا ماندن نمیخواهم، بیفایده. عمر به من گوش کن. من تو رو آخر میدونی خودت رو به نادانی میزنی. چه کاری کرده باشم به خاطر عشقمون کردم. با من باور کن عمر، باور کن. سرما التماس این گپا رو مان. هر یک سخنت با من یک گفته یک دروغی میتابد، میفهمی؟ بس کن، هم خودت رو حیف نکنم هم مرا دیگر نسوزان. عمر در اصل تو درونی مرا میسوزانی و چه هوا گرفته شدنم رو میدونی. تو رو دوست میدارم عمر. رفتنت رو نمیخواهم. آخر با چه آرزو و امید به اینجا آمدیم. سرما این چه محبت؟ برای عشقت شده این کار رو کردی. در یک قلب دو محبت جا نمیگیرد، یکیش باید نیست شود. نفری رو با امید کردن داغن رو چرا نجات دادی؟ تو خودت چی میخوایی آخر؟ فهمم سرما. آخر من این رو به تو فهمونیده نمیتوانم. اقلا کمی هم فهمم نمیتوانم سرما. اکنون فهمیدی که من چه قرار برآوردم. دیگر کوششی در اینجا نگاه داشتنی مرا نکن سرما. قرارم قطعی است. تو رو دوست میدارم. احمق، مرا فریب مده. سرما هم مرا دوست می‌دارد. دیوانه‌وار. درست دوست می‌داشت در گذشته،
دختری بیچاره با من دردیدی کرد. از ناز و نوزی عمر بیزور شده است. از روی سخنهایش او دختری عمر را محکم کردن است. کارای انجام داده ای تو تاثیرش کرده است. دلش با تو مایل از جنب تو. شما راست میگوید عمک؟ سرمه در حقیقت من رو دوست می داشته باشد. دست می داشته باشد چی؟ به سرمه وعده دادم که با کسی نمیگویم. گوش کن، از این گفته های سرمه خبردار نشود که دیگر با من چیزی نقل نخواهد کرد. عمک جان، تو یک تا تو به دختر بیچاره کمی فرصت نه. عمر دیگر صدی راه نیست. چقدر که شنیدم از اینجا دفع شده میرفته است. عمک جان تو پروا نکن، بعضو بسیار نفرس. اگر مرا دوست می داشته باشد کفایه، اگر خواهد یکون انتظار می شود. گفته هایت را چون سیر نگاه می دارم، خاطر نشم. برای این خبرت از تو قرض دارم. بگو چی خواهش داری؟ جیان، من هم عمکم. چقدر که گفتم عمک مثل پدر. یکان روز کاری مرحمت می افتد. تو در برم باشه کفایه. بیا رفتیم. چیکار کردی؟ در کوچه در پیش چشم مردم با پسری بگونه گپ زده ایستاده باز بپرسی که چیکار کردم؟ پدر جان چی شده است نمیفهمم. دختر، تو نامی مرا آبرویم را به خاک سیاه زدی، فهمیدی؟ یکم کاری بد نشد است پدر جان، نیتش جدی. نیتی من جدی نیست. مگر من با آنها نگفتم که دیگر پدرم ناید، من به شما دختر نمیدهم. بس کن حمزه، آروم شو، دخترم بکشی. به نام خدا قسم میخورم که یک بار دیگر با او ببینم، هم تو را هم او را زنده نمیمانم. من گفتم را میکنم. من خودم رو میکشم. بس کودکیست، بس. بیستا حمزه، آروم شو. من برای تو حالا قهوه تیار میکنم. رو حمزه. فایده این موها را میبرارم و پگاه به نزدتان میآیم. تشکر محمد، برای کار. شما هم برای کار. آروم بوریا قالا. خوش آمدید. سرم، جانم، شیرینم، تو رو یک بینم. مردی پهلوان شده ای، پهلوان جانی خواه. خوش آمدید. خوش باشید. در حقیقت هم پهلوان شده. نگاه کنید، مویلف هم دارند. مادرت را شنیده خیلی غمگین شدم. خدا رحمت کنه. نصیبت همین بوده است. تقدیری عجیبی داری پسرم. مادرم گذاشتند، از دستم هیچ کار نامد. یه مادری میانم را خم کرد. با من نگاه کن، هیچ وقت نگوی که مادرم مرده است. ببین بازت مادری دیگری داری. شو بس مرا نگیریو. خدا رحمت کند اکای عمر. ما هم جنازه داشتیم. اندرمان درد خودم شده آمده نتوانستیم. سیده؟ ایست پسرم، ایست. سیده! ایست. رفتیم بارم با خانه رویم. کمی درد دل میکنیم. رفتیم پسرم. سیده؟ ابا بزرگ شدم از این کارو، به خدا بزرگ شدم. باز چی شد سیده؟ خیلی به اینجا شین.
پدرم مرا زد چون که مرا بهاروندید. شما بس کن. ها فکرت کودکو بیادبی نکردن انشالله. یگان چیز خوردن؟ خواطر نشه. خب گرسنه نموده باشن شد. ها فکرت داغن رو آزاد کردن. خیر آزاد کرده باشم بسیار خوب. تو یگان بار بسیار لباس خودت اهمیت میدهی؟ با بازار رو برای خودت یگان لباس زیبنده بخر. این چی لباس؟ بسیار چی بستی؟ چه هم میگویی فکرت؟ چرا باید سطرم رو گیرم؟ بسیار لباسم چی شده است؟ بسیار لباس چی شده است؟ برای چی زیباگیت رو پنهان میکنی؟ کاری دیگر ندارم که تو را یادیم. ثروت نبر بابا جون. کمی خیز میرویم. کارهایمان بسیار. نه نمیتوانم. مادرم وعده دادن که از بیمارخانه برگردم به من قرآن خوانی را یاد میدیم. نه مادر دستکای بود پیش از من آمدم را سرگرد است. این گردن شخی را از مادرت آموختی ها؟ گوش کردنی بابام ثواب است. پسر اگر بیا کار کنی را یاد میدیم. کار کنی را یاد میدیم. بخیر است آقا جون؟ البته بخیر. از این پس ثروت را با خودم میبرم. با من میرود. فهمیدی؟ با من. لیکن من میخوام نزد مادرم آنم قرآن خوانی را یاد گیرم. مولد یاد گیرد. کاری بد نیست. کودک آخر خودش میخواهد. بله بابا جان میخواهم. اگر آموختن خواهد من میآموزانم. مسجد را میکنم پلش را میدیم میآموزد. فهمیدی؟ اما کدام وقتی که من خواهم انا همون وقت میآموزد. فهمیدی؟ پیش درایی. آقا جان التماس میکنم کودک خودش میخواهد. حواسش رو برباد ندهید. وظیفه خانگی هم دارد. شما میخواهید ثروت از درس عقل ماند؟ گلین اصلا تو احتیاج به آموختن داری. بیا بسن. در محله شما از این خوبترش است. چرا از اونجا نگرفته؟ از اونجا میگرفتم. لیک با علیا این نمودش معقول شد. در محله ما این نمودش نیست. خیر میلش 500 لیره گفتم؟ بله 500. میلش این رو نقص یک پیچونید. بگو در آمده میگیرم. خب برای کار. سلامت باشید. فخری گوش کن. لبایکه در خزینه همون چقدر پول است؟ با خدا 5 سنگ هم نیست. آقای آشین پول را جمع نشده در حال میگیرن. فهمو از پی کرشن. خیر تو بزدی. لبای ینگه حالی ما چی بخیه؟ پدرم؟ نمیدونم. ها دیدم. یک لحظه صبر کنید. فکرت اینجا بیا. با تو گپ دارم. ینگه حالی ما شما رو میپرسم. الان توبه کلین شد حاضر می آیم. راه گرد نزد امکی همساد برویم. با تو بکه میزنم. راه گرد. در نبودن شما اینجا همه پیش در پیش شطوریه. برادر با برادر دشمن شد. خانه ها ویران شدن. یعقوب چیل است؟ شکر خدا جای خفش نیست. امروز تا پگاه به خود می آید انشاءالله. احوال سیده چخیل است؟ هارون حالا هم از سیده دست قشیده است. آقای حمزه را میدونی روی خوش نشون نمیدهد. گفته بازگاری میاییم. جایی نماند که نگفته باشد. نمیدونم چیکار میکنی. نه حس میکنم با اون واقعی روی داده است. تو رفته نبینم آروم نمیشم. اما که عمر
او را دیده نمیتوانی. در جوانی حمزه را میخواستی، او را رد کردی. دشمنی بین شما از همان دوره سر شد. این کار دل است رابیا، هرچی شدن است ممکن. دشمنی تو کی؟ او را رد کردن در تمام محله آوازه شد. حمزه حس کرد که آبرویش پست می شود. این را او فراموش کرده نتوانست و به تو قصد کرد. ببخشید اکه عمر، من به بیرون برایم. هارون به کجا پسرم؟ خاطر نشوید، زود برمیگردم. سیده بس کن نگاه کن، مسخره مردم گشتی. هارون احوالتون رو میدونم. شاید این کارو کمی به تاخیر گذاریم. تو خودت میدونی که سیده باید با مکتب رود، اون رو ختم کند. بله میدونم، من هم در حال توی کردنی نیستم. فقط فاتحه. من انتظار میشم. مایلش، من شما رو تنها میگذارم، کمی صحبت کنید، لیکن با دقت باشید که این کار تهمت رو نمیبردارد. خیر. چی سیده؟ پدرت رو رنجونی؟ هارون چی کار میکنه؟ پدرم نامت رو شنود، جای حمله کنی میگوبد. دست نبکشید. خواه بزوری با رازگی خدا ما یک جای میشه سیده. کمی صبر میکنی. شاید کمی فرصت لازم است. البته پدرت ملایم‌تر میشود. در اصل ما باید سستیمان رو نشان ندیم، وگرنه مغلوب میشویم. ما نباید مغلوب شویم سیده. با رازگی خدا ما یک جای میشه. خدا خواهد. سیده فقط تو انتظار شد. هاشم نمیدانم چیکار کنم. چند بار با آنها گفتم که دختری به شما میدادگی ندارم. اما آسان است که آسان با یک کند میکشم و به خوبی میتوانم دیگر تکرار نمیکنند. به خوبی نشد هاشم. چند مراتب گفتم علاج دیگر باید یافت. اما که حمزه و سیده چی شده است؟ چی شده است؟ او رو غمگین دیدم. فهمیدم که هارون آمده باز از پس او دویده گشته است. خوشم نآمد امک. یک درس آداب دادنی بودم و گفتم اول رازگی شما را گیرم، بعد فهمیدم این سه بچه که بیخبرانه میفهمیده است. پس ما هم با زبانی میفهمیدگیش که میزنیم. شب یک جمع شده رای حلی مسئله را میبینیم. شعری که گفتند برابری قوت میباشد. فکرات پیش درا. شما چی کار کردید پدر؟ خانه گفتم به خانه درا نگاه نکن را گرد. درا گفتم. پدر چی کار میکنید؟ سیده خوبی حلیمه این دختر را در خانه محکم کن، دیگر از خانه نبراید. راهگر همه رو شرمنده کردید. پسر سیده راهگر زندان پدر شما چی کار کردید؟ آخر باید دخترتون میشود. در جوانی همه خطا میکنن. آرام شوید، اینقدر بد جهل نشوید.
بگذار عبرت شود. پدر با من پاسد گیره لازم. با کودکون لباس میخرم. پدری میکند. اول تو شاور شو سند را برادرون بعد پدری میکنی. چی شد؟ آریا باز با شما ناحرمتی کرد. حرمت را داند که حرمت کند. بعد میفهمانم راه گرد. چی شد هارون؟ مکتب را از سری نو خوندنی چی؟ نه اکای عمر، از نزد مکتب میگذشتم با یادم اومد محبتمون با سعیده در همین جا سر شد. او در صنف 2 میخوند و من باشم در صنف 5. از آن وقت این جانب دوستش میدارم. تو میدونی که او حالا هم میخواند؟ میدونم فراموش نکردم. بیایید مسابقه میکنیم اکای عمر. کنی که زودتر به درخت میبرد؟ نه باز میخواهی که مغلوب شوی؟ یگان مراتب غالب بر آمدنت رو یاد داری؟ در یادم از شخیل از درخت افتیده بودم. اما فکر کردم که مردم. در پشتم حالا هم ایزش مونده است. خیر بیا گبزنی را بس کن و پیش درآ. مادرت که باز خوراک را تیار کرده. بیایید رفتیم. مرحمت ایشوی توم گیر عمر جان بخیر است انشالله. من میبینم. مرحمت خوش آمدید. آرام باشه دمک. خودش چی گفت؟ تو کاردار نشو مویلب. گوش کن جوان مرد. اگر باری دیگر تو را همراه دخترم بینم به نام خدا دنیا را برای زندان میکنم. فهمیدی؟ گوش کنید امک حمزه، شما میدونید که نیتی من خالص است. من نیتم چکار دارم؟ پسرم تو گپ نگردان. خوب گویو رو در رو بروی یک کلانه ها هستند. ناحرمتی نکن. امک شما نادرست فهمیدید. نیت و رفتار هارون خالص است. این خیلی زوراوری کردن لازم نیست. فهما معلوم که برسیدی ما برآمدی. حیفی تو که امکات را مانده و بیگانه را طرفگیری میکنی. حیفی تو. این مویلبدار کایها خونش را عوض کرده دشمنی ناموسمان را با خود دوست کرده است. امک جان من گپم را گفتم. یک باری دیگر تکرار کنی دنیا را برایت سیاه میکنم و مقابل عدلگی ها نبرا. پشایمان میشوی. امک فراموش نکنید من هم عدلگیم. پس تو هم پشایمان میشوی. را گردند. این کدام حرف است؟ این. این باشد جیم. آفرین. ب ت انا اینش ب ت س. دخترم با من هم حرف رو یاد نمیدهی؟ به همین سن و سال رسیدم و اکنون پشیمان شدم که چرا در وقتش نآموختم. خوب ینگه جان، سن و سال مانع شدن نمیتونه. مرحبا. نباشد وقت را از دست نمیدیم. شما هم با ثروت تکرار کردن گیرید. فهمیدم. این الف. الف خطیچه مو؟ نه بیبی جون این حرف است. حرف. باز من فکر کردم که خیر جاهلی همین است. یا خدا از مادرش به اجازت گرفتم. دخترت رو روان کن گفتم. خیر دوام میدیم. الف الف ت
این یک بار دیگر برای فراموش ثروت بپسه جیم. سر کجا رود؟ پاهم همانجا می رود. این از چه بود؟ پولم را که می خواهی حرمتم را هم به جو میاری آقای فکرت. ثروت رو من دست می دهم نه اینکه او. فراموش کردم. جیم برادم نامد این کدام حرف بود؟ ثروت علی تکرار میکنیم. علیا این چی به حرمتی است؟ سرداری آیله از در می‌دراید و تو باشی خوش آمده تقا هم نمیگویی. ای تو با پدرم قصد داری؟ میبخشی فکرت، ثروت رو درس میدادم، در اومدن تقایم رو نفهمیده ماندم. حاضر از تقایم حضور میپرسم. ای با من گوش کن، تو این کودک رو اسیر گرفته یا؟ از تو زیادتر پدرم با او حق دارم. درس رو هم از او پرسیده میدی و تربیه رو هم فهمه؟ با جای می نداری تنه میزنی ها؟ چی درس میدی ها؟ کلامی خدا در این ضرر دیده ای مگر؟ با جای تشکر با او جنجال داری. این کودک نبیره هاشمی عدلیگی هست. او چی خیلی که خواهد نبیرهش را هم آخر تربیه میده. نبیره هاشمی عدلیگی تو امروز از او یگون حرفی آموخته است. کنی بگوی فکرت اقلا یگون رفتاری نمونگی بابایش رو دیده است. آنها فرق ندارد. اگر بار دیگر به حرمتیت رو نسبت پدرم دیدم یا شنیدم. فکرت من که به حرمتی کردم؟ همون کار نگردم. از این پس این کودک بیرون از درسش داری مدرسی با بایش می ایستد. از اون راه زندگی رو می آموزد. مالش پدر جان، من در نزدی بابایم ایستم. فقط دیگر مادرم رو نزنه. زیق نشد، گریه نکن دکتر. مرد این خانه همین خیل هیچ آدم نشده. از همین خیل بازم دست میبردم. ما رو به این حوال انداختند. باز به خانه مانده هجوم میکنند. به همه این چه خیل طاقت کنم؟ پسرم از برای خدا نشسته فکر کن. او هم پدر شاید خوبی دخترش رو میخواهد. مگر همه خیل میشود خوبی؟ سبوکیم چندین بار شد سیده رو میزنم. میزنم؟ آرام شو هارون، قهر راه حل مسئله نیست. خیر دیگر چیکار کنیم اکای عمر؟ خوب به خوبی شد نشد با زبانه باید با اونو حرف زد که فهمند. هارون پسرم خواهشت کاری خیر است. با رازگی اویله دار شوید بهتر است. غیر از این او حالا در مکتب میخواند، فکر آینده رو میکند. همینطور نیهوریه؟ مایلش من انتظار میشم خونه را. همه تون شاهید. جوی سراسی مگی نیست پسرم، صبر کن. اپا احوالمان چی میشده باشه؟ پدر و مادرم رو فکر میکنم. آنها مراتبه هم عاشق شده باشند، نفری رو دوست داشته باشند. عاشق شدند لیکن شاید فراموش کرده باشند. برای همین بیا تا با یاد آوردنشان طاقت کنیم. اپا با تو یک چیز میگویم لیکن با کسی نگوی مایلش. اگر پدرم روزی نشوند ما میگریزیم. چه ها میگویی سیده؟ پدرم تو رو میکشند. اپا ما مثل شما نیستیم که تو روزی شدنشان طاقت کرده شینیم. روزی نشوند ما میگریزیم. میگریخته است کنی یک گریز بینم. چخیلی که میبینید اما جان آب در این خانه ایستاده نمیتواند. یعنی قرارت قطعی است تو میروی عمر؟ پگاه پدرم مرافعه دارد. با او چخیل میگویم نمیدونم. کار که یک طرف شد زود میروم. پسرم
سبب اساسی از اینجا رفتنت را نمیگویی؟ شنیدم که سببش سرما است، راست؟ اما با کدام سبب از اینجا رفتنم مهم نیست و اینجا آمدنم خطا بود. برای همین بیایید این موضوع را محکم کنیم. محکم کنیم یا اینکه بالایش را پوشانیم؟ چی گفتنی ادامه؟ حقیقت را نمیدونی عمر. بله، بعضی چیزها را نمیدونی. اپا دنیا همه خیلی سوخته شده است. عاشقان باید از آب کشند. تو چی کار کردی اپا؟ حقیقت رو با اکای عمر نقل کردی؟ دوغن چی فریب تو رو فهمیده باشد؟ با اکای عمر حقیقت رو میگویی یا نه؟ کم گپ زن و گوش کن. هر آن کس که مرا از تو دور کردن میخواهد نیستش میکنم. چه خیلی که امروز یعقوب را نیست کردن. اپا یعقوب چی شد سیده؟ یعقوب را ماشین زده گریخته است. حاضر در بیمارخانه. چی؟ زده گریخته است؟ گفته نمیتوانم زیده. آنچه که به سر یعقوب آمد اگر به سر عمر آید دیگر زندگی کرده نمیتوانم خواهرکم. نمیتوانم. اول من هم از سرما سخت رنجیدم، بعد سببش رو فهمیده او رو بخشیدم. سببش داغن باشد کاری دل است. خدا بختشان رو دهد. عمر باری فکر کردی که داغن به حبس میرفت چی میشد؟ او نزد پدرت میرفت. سرما فهمید که اگر داغن پدرت رو یابد او را زنده نخواهد ماند. برای همین داغن را از آنجا برآورد. همش همین. نخود این طرف کار رو فکر نکرده بودم. گذشته ها دائما میگفتند حادثه را پیش و عقیبش را باید دید، وگرنه بصیرتمان بسته میگردد. بصیرت من هم بسته شده است. در این موضوع بعد فکر میکنیم. وای شما خونه رفته استراحت کنید. در نزد یعقوب من نیستم. میل شبت خوش. شب خوش. مانده نباشید همشیره. تشکر دکتر. شب بخیر. یعقوب چرا همه چیز اینقدر پیچیده؟ از درون حادثه ها برآمده نمی شود. حیرانم. نمیدونم به کی باور کنم. میدونی مرا از همه زیاد کی میسوزاند؟ سرما. از آن روزی که خودم را شناختم او را تنها نگذاشتم. نه در روزهای بد نه در روزهای خرسندیم. من و دایم یک جا بودیم. اکنون دردی از همه زیاد رو میدهد. به نظرتان بیماری آمده است. یک میدیدید. سرما داغن را دوست نمی‌دارد. برای تو کرد همه چیز را. سرما تو را دوست می‌دارد عمر. حمزه بسیار فکر نکن.
پدری دختر بودن بسیار دشوار است. خودمون تنها از عهده‌اش نمیبراییم. منم داغن به ما کمک میکند، جیانش را صاحبی میکند. تو بسیار غم مخور. وظیفه همون ینگه امر کنید. کار بسیار جدی است حمزه. حتی فکر گریختن هم دارم. چی؟ تو این را از کجا فهمیدی؟ دیشب با سرمه صحبت داشتند، شنیدم. نشود میگریزم گفت. مایلش واقعا یک درس یاد آوردی. خدا نکند و تو زحمت می شود. هیچ غم نی عمک، من هم فرزند شما به حساب می روم. امر کنید. سود کشیده. حالا هم بیدار نشید. این چه تنبلی ها؟ انا پدر نفراتون. آفرین دیگرد، آفرین. این را حلال کردی. پدر این چور شد؟ پنج. تشکر پدر. سروت از گبی باباید نبارو، فهمیدی؟ خیر من کار دارم، براری کن. بیا سروتم بیا. برای آدمی کلان شدن خواندن بسنده نیست. اینجا شین با شرافت من. آدمی کلان خواهی شد اگر خواهی که آدمی بزرگ شوی. اول باید بازاری کردن را از خود کنی. دروغ باشد دروغ، فریب باشد فریب. چه این خیل با ما نگاه میکنی؟ شاید دروغ گفتن هم صنعت است. بعضا دروغ چنان کار میباید چنان با کار میباید که حیران میمانی. حیران. بیا گیر این را. این قدر پول را برای چی به من میدی؟ گیر این را. این وظیفه امروزی تو. امروز این پول را 2 برابر میکنی. با من 100 لیره میاری. چه خیلی بکنم بابا؟ چه خیلی میکنی کن؟ درسی اولت همین. چه خیلی که گفتند تا به دریا نرفتی شناوری رو نمی آموزی. خوب فکر کن. اگر به پدرت گویم که ثروت خواهشم را اجرا نکرد، مادرش تبیاد داده است، میدانی پدرت چیکار میکند؟ مادرت را میزند. فکر کن هم مادرت را خلاص میکنی هم برد میکنی. برای مادرم میکنم. آقای هاشم زود باشه و مرافعه دیر نکنیم. حاضر میرویم. ناز کن باز مادر را جنجال نکند. فهمیدی؟ فهمیدم. توبه، تخم را فراموش کردم. حاضر. اکا کجاست مادر جان؟ دخترم تو رویت رو شستی مگر؟ نه نشستم بیبی جان. این خیل نمیشود. کنی رفته رویت رو شوی. آدم که سهر خیست باید رویش رو شوید. کنی. ثروت در نزد بابایش به حضور می شود. چیکار کنم ینگم؟ چیکار کنم؟ من تو رو میفهمم دخترم. با هاشم 40 سال است که زندگی دارم. چگونه خواهیم و فتنه‌کار بودنش را میدانم. همه هاشم را کوزه پشت میگویند. در اصل این بار در کتف من است. اول هم میخواستم مقابلت نشان دهم،
بعد دیدم که نمیشود به خدا حواله کردم. دیگر چیکار کنم؟ میدونم که در بدی هوشم ایستاده نمیشود. تقوی مرا از اول کلین کرده نمیخواستند. فکرت که مرا دزدید مجبور راضی شدند. خطا از اول بود. راست دخترم. گویا که پسرشون رو دزدیده باش. زیخ نشو دخترم. برای هاشمی کوزه پشت خودت رو عذاب نده. او به این نمیارزه. انا شستم بیبی جان. آفرین به دخترم. آفرین. زیبایک من. تنی گذر نهاری میکنی. بیو. فکرت آمدنت را دیدم اما مرا با گپ گرفتند و نزدت آمدن نتوانستم. با خیر است در این جای ها در این ساعت؟ از اینجا میگذشتم گفتم یک تو رو خبر گیرم. اگر یگون کار نداشته باشی پس بیا و یگونجا رفته خوراک میخوریم. مایلش؟ مایلش باشیم و دیر میرویم. عمر میبینی که تیاری جدیدی داریم. ادوکت حالا هم کار کرده ایستاده است. اگر نافهمی نشود انشالله پدرت ببراید. انشالله همک انشالله. پسرم تو بهوده کارت را پرداخته آمده. تو دکتر کارت جدی است. بیماران تو انتظارند. اگر خواهی رو از پدرت خواطر نشو. او به ما امانت است. نه همک به هیچ کجا نمیرم. با دیگر دکترها مصلحت کردم. نوبت داری میکنم. باید در نزد پدرم باشم. ادوکت و نزدیکان علی عدلیکی درآیند. بیا زود. سخن به حمایت چی؟ بر ادعای کرده شده یگان اعتراضی دارید؟ نسبت ادعای کرده شده یگان اعتراضی ندارم. موکلم گناه صادر شده را انکار نمی کند.
چی داغم میآید؟ نه، ایزم را گم کرد. هارون، دیگر طاقت ندارم. از فشار آنها بیزار شدم. کاری باید کرد. چیکار کنیم؟ یک بار دیگر میخوام خاله روبیه را میانه را کرده فرستم. دیگر علاج نداریم هارون. میفهمی؟ مرا به تو نمیدهند. نمیدونم چیکار کنیم. هارون، مرا گریزان. از اینجا میرویم. دیگر چاره ای نیست. نمیشه سیده. من مادر دارم. تو هم پدر و مادر داری. آنها از پای ما شوند. حالی مادرم چی میشود؟ او را پرتاب رفته هم نمیتوانم. بس است هارون. یا مرا گریزان یا دیگر رویم را نگاه نکن. تو در اینجا چی میکابی؟ شما چه ها میگویید؟ پدرم گناه ندارد. آرام شو. آقای حکم اشتباه شده است. از شما حقی گبزانی ندادم. اینجا مرافعه است. شما نگاه میزند که وکالت دار است. با این را اعتراض بیان نمی کنند. با خاصی خود سخن نمی گویند. عمر، آرام شو. همه‌اش از روی نقشه. اما این چگونه نقشه است؟ پدرم حبس میگردد و شما خاموشید. همین است وقتی زورتون. سراسه من شوچیم. همه‌اش را باید به تو میفرمانم. گفتم که همه‌اش از روی نقشه. انجام این کار را دیده حیران میمونی. از تو میپرسم تو در اینجا چی میکابی؟ سعیده کجاست؟ من از کجا دانم؟ پاسپانش نیستم. با من گوش کن پسر آهنگر. دنبال سعیده نگرد. نباشد انا اینجا امضا میگذارم. لگت کوبت میکنم. فهمیدی؟ پدر عروسی آیندم را ناراحت نکن که نیستت میکنم. انتون از اینجا دفع شو. زودتر بخور شو. شما چرا این طور کردید؟ پدرم را حمایت نکردید. شما ادوکات یا پروکورور. عصبی نشو عمر. آقای نجدتون که خود رو دارد. نمیفهمم. گناه را روی راست قبول کردید. گوش کنید عمر. در این کار مجبور بودیم. محکمه موقتی است. باید پروکورور رو باور کنونید. عمر پدر رو با گناهی وزنی نگاه کرده. دلیل او خیلی زیاده. گناه را اگر حاضر اقرار شود پروکورور کس نمیگیرد. بعدتر با مرور وقت ما دلیل ها را کافی نمیشماریم. با خدا ادوکات رو تبریک میگوییم با این گناهکاردانی‌اش. امیدوارم چیکار کردنتان رو میدونید. شما باور کنید آقای عمر. پدرتان رو نجات میدین تا بازید. این کسا آشناست. البته از ما زیادتر میداند. خیلی که گفتند عالم ورق را چپقل میخواند. چپقل میخواند. سال با دکان مالی زیاد میارم. پدرم پولش را یک لوخ میدهند و بعد اون رو یک تا میفروشند. تو با این 100 لیره چی را یک لوخ خریده میتوانی که بعد فروشی؟ پس چخیل من این قدر پول را جمع میکنم. اگر این قدر پول را 2 برابر زیاد نکنم مادرم شتا میخورد. اگر من پول میداشتم با تو میدادم، لیکن ندارم. یا اینکه کاش اید میشد و همراه پول جمع میکردیم. من از خودم رو هم به تو میدادم. من نمیدونم به تو چه خیلی کمک رسونم. خیلی من میروم. مادرم انتظار.
قربان الله وقت دعا رو نمیزن سلامت باشید برای اینها اید نمیاد. آیا ممکن باشه وزیر گیرن؟ اید که شد جمع کرده بجایش نشد. سرور چه حال داری؟ بد نه که فخری. برای دیدن پدرت آمده. اون نیست؟ سرور شربت می نوشی؟ با ما نمی روی؟ بیا با کجا سرور؟ حاضر شربت میارم. من نمی نوشم که فخری. سرور اینجا بیا جنم بیا. با این کودک ها مصلحت کرده نمی شود. تو در میان حکم شو. قربانتون شو می شود؟ خوب مالش از او بپرسه. مالش میپرسم. من از اونها پول میپرسم و اونها به من نمیگن. آخر اما که قربان چی خیلی پرسیدن تو آن را هم بگویه. مالش من میگویم که به من پول دهید. روزی چهارشنبه به دریا میروم. ماهی که داشتم در بازار میفروشم و پول شما رو برمیگردونم. اما که قربان شما به ما پول دهید ما هم این کارو میکنیم. نمیدیم عزیزم. نمیشود. من پول میپرسم. اگر شما پول پرسه چرا ندهیم؟ همین تاونه سرور؟ ولی اما که قربان عزیزم تو هم نمیشود میگویم که نمیدونم. بگو نه نمیفروشن نه نمیخرن بیهوده قرض نگیرید. مایلش عزیزم در دریا ماهی نمیفروشند و دکان میبرند و میفروشند. پرنده رو در هوا نمیفروشند. آخر دستگیر میکنند و میفروشند. اما که قربان با فکرم شما این رو از ما خوبتر میدونید. عزیزم این پول است. معلوم نیست کی را در کجا و چگونه حیران میکنه. شما هم را حیران کردید. اما که قربان آخر شما باید امروز حکایه سه کودک که بعد از تولد گپ زدش نقل میکردید. خیر مایلش پول رو که ندادید حکایه هم نیست. وگرنه به شما نقل میکردم. سرور تو رو ما آدمانی بیکار. تو کار داری کارت که تمام شد باز بیا. فهمیدی؟ مایلش چقدر زیبا. خیلی قیمت بودگیست. تشکر. لیکن چی معقول نشد؟ نه معقول لیکن قبول کرده نمیتونم. گفتم با تو یک هدیه خورده کنم. اگر برگردونی خفه میشه. خوب مایلش. میدونی خیلی خوب میسرایی. تشکر. کار رو چی آغاز کردی؟ در اصل این کارم را دوست نمیدارم. پس چرا کار میکنی؟ مجبورم. از روی یک تهمت به این راه رفتم. در محله آوازه شد که گویا با پسر جوان مناسبت دارم. پدرم برداشت نکرد. مرا از خانه راند. اگر خواهی بعد بیرون برام به یک هوای تازه مایلش.
میخوای با همسرتون عکس گیرم برای خاطره؟ تشکر لازم نه نگویشی خواهش میکنم واخری اولا همان رو فراموش نمیکنیم مرحمت تبسم بگیرم نیتشون پروکورور رو باور کنونیدن. من نفهمیدم موندم. دیگر ادوکات ها رو میپرسم. ادوکات ها میدانند تو چه خیلی پسرم. تعییناتم رو طلب کردم. از محل رفتن میخواهم. پسرم عمر جان چندین سال تو را انتظار بودم تا حال پدر و پسروار یک جا ننشسته صحبت نکرده تو اما چرا؟ اینجا برایم تنگ شد. در همه جا نفرت رو میبینم. دلم به حضور میشود. خویش و اقربا یک درد. غیبت های مردم دردی دیگر. برگشتنمون خطا بود پدر. خودپرستیم را ببخش. فکری در یک لحظه از تو جدا شدن علم آور است. ولی راست میگویی اگر از اینجا نروی حیاتت به جهنم تبدیل می‌یابد. لیکن بعضا میگویم که هرچی باد و باد. باور کنید شما رو تنها گذاشته رفتن نمیخواستم و باید بیروی. لازم آید من در دلم سنگ میبندم. مهمش صحت سلامت بودنت را شنوم بس است. اگر خواهید هر دویمون میرویم. آسان نیست پسرم. انسان که پیر شد و خاک دیارش زار میشود. راضی شوید پدر. یک سنجیده میبینیم. نه پسرم من پیر شدم. هجرت را تاب نمیارم. به تو راه سفید. آفرینم مگد امروز کاری نظر رسی رو انجام دادی. زودتر این کار رو باید حل کنیم وگرنه به سرمون بلا میگردد. شما دیر نشوید باید مگد خرمون را نقص دکک گل میخ کرده. مایلش برای کردن ندانستی ها؟ خدا میداند که اون پلها را به کجا تقسیم کردی. وای 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 نبیره بابوش چه خیلی کردی ها؟ سیری تجارت ها؟ خوش یک بار آفرین. اخونا خونه روم ممکن بابا جان؟ رفتن گیر کاری امروزت خوب. ثروت چی شد؟ چرا سلام نمیدی؟ چی بیمار شدی؟ نه مادر جون. کنی نقل کن امروز در نزد بابا چی کار کردی؟ میل است بیا یک جا قرآن میخونیم. میخوای؟
نمیدونیم چی کار کنیم. هر بار پیشی پا میخورد. نمیدونم چی کار کنم. عینکت رو کجا کردی؟ گم کردی؟ در کجا ماندم نمیدونم. چخیل گم کردی صدری؟ آخر به من گفتی با بالایش نشسته شکستی. چی غم میخوری؟ عینک اینا گرفتن دشوار نیست. چرا در نزد دکتر این گپا رو میگی؟ من دروغ میگویم مگر؟ ببخشید شما را سر دکتر انتظار. خوب سلام استاد، دعوت کرده بودید؟ مرحمت عمر، دروشین. راستش از اینجا رفتنت مرا غمگین کرد. استاد شرایط تقاضا میکند. گوش کن عمر، من هرگز نمیخوام که تو بر این دکتر لیاقتمند را از دست دهم. من همچون سردکتر و همچون برادر طلب میکنم اینجا باشی. هیچ نباشد قرارت را کمی به تأخیر گذار. باز کمی فکر کن. خوب استاد، فکر میکنم. خیلی خوب. و تو وظیفه ناامیدی هم اصلا برای همین دعوتت کردم. با پیشنهاد محترم رئیس برنامه تعریضی نمودیم. شما همه گونه بیمارانی که سقوطی سلامتی ندارند به منزلشان رفته رایگان تشخیص میکنید. خیلی خوب، با چشم. من همچنین تخمین میکردم. ببخشید دیر کردم. تشخیص بیمار وقت زیاد را گرفت. هیچ گپ نه، مرحمت دروشین سلام. من عمر رو با برنامه خبردار کردم. عمر این کار رو با سرما همراه میکنه. با سرما؟ بله. خوبم آمد. امک قربان خوب هستی؟ اگر خوب نباشم چی؟ یگان کار میکردیم دکتریم. اگر دکتر باشیم بگو. فکرم بیمار است. چی کار میکنی؟ فکرتون بیمار است؟ ها عزیزم، فکرم. دارو داری؟ داروی فکر؟ این فکر میکند. تو هم دختری ها؟ بله. تو یگان دارو برای فکر داری؟ اما که قربان یعنی چی یعنی؟ به نزد دیوانه پزشک رو؟ نه این تا گفتنی نبودم. اما که قربان فکرتون از که اینجا بیمار است؟ دکتر تو هستی؟ بیمار رو چی میپرسی؟ تا بیمار دردش را نگوید دکتر یاری داده نمیتواند. خیلی خوب. علاج را میدونی؟ گفته است که عشق را از شیطان، اطاعت را از آدم باید آموخت. همین است بیماری فکریتون. گوش کن پسرم، مادامی که دختری دردی بیمار را گوش کن. میبخشید امک قربان. شما با من بیایید. بیایید. بیاید اینجا شینید. گوش کنید. حلاج میگوید که شیطان در اول عاشق سخت بود، فقط حضرت آدم که خلق شد او رو به خود رقیب دانست. عشقش به قهر تبدیل یافت و قهرش به عصیان. حلاج عشق شیطان را همین خیل فهمیده است. تو چه خیال دکتری بی طاقتی؟ گوش کن اول. مایل شما گوش میکنم. در عشق متقابلی نقصان است. دوست داشتهش رو با محبت محکوم میکنه. آن ملعون از چهارچوبه برآمده به الله تعالی میگوید که من هستم، چرا او را آفریدی؟ یعنی من شما رو چه خیلی که دوست دارم مجبورم همون خیل رفتار کنم.
یا سبحان الله. باز چی شد امک قربان؟ چه میشد؟ میمانه بیمار سخن گوید. ببخشید امک قربان خاموش میستیم. چون این محبت انسان رو پیش نمیبرد. شاخ شده میستی یا اینکه به قعر زمین فرو میروی. لیکن حضرت آدم باشد نازوبینی کرده اطاعت بر امر نمود. از جای افتیده شد راست شد و به اشعلا رفت. اطاعت بر امر از عشق بالاست؟ عزیزانم دکتر شمایید. من یک بیچاره فقیر. امک قربان شما از ما عارفترید. چون دعا میگذرد انشاءالله من از دوستم میگویم اگر نازکی اطاعت بر امر در کرده شود عشق با محبتی بی نقصان تبدیل می‌یابد. آن وقت در آن قهر و رنجش دیده نمی شود. امک قربان و مثل گفته شما من نازکی اطاعت بر امر را در نکردم و به محله آمدم. خیلی خوب خوش آمدید. نوری دیدم. بینید امک قربان خوش نآمدم. از اقربا دور شدم. بر جانم دشمن خریدم. چاره چیست؟ بر آمده رفتم. این را کی قرار داد؟ من قرار دادم. یعنی خودت به خودت امر دادی؟ بله. پس درک نازکی اطاعت بر امر کجاست؟ چه خیلی امک قربان؟ اینجا آمدید سخن گوش نکردید. درک نازکی اطاعت امر نیست. همه چیز در میدان. همه کشته‌اش رو جمع می‌کنند. بس خودسرانه ترک کردن چه معنایی دارد؟ و خواستی خودت گشت و گذار در میدان چه معنی دارد؟ از برای خدا بگویید گپ از بیماری شما سر شده و کجاها آمدیم؟ چیکار کنم؟ در دستم نیست. یا تو یا دکتر سرمه یا منی غریب. فکرم ریختن میگیرد. میترسم که در عشقم شیطان میدراید. میترسم که معیار و توازن را ویران میکنم و میفهمیدگی شما اگر فکرم از بیفکری بیمار است. نادان از صحبت نادان لذت میبرد. به دیوانه دیوانه نازیم کبوتر با کبوتر باز باز. پسرم زمستان آمده همه دودبرا رو تازه کنیم. درونش پر است. هارون خاطر نشوید تازه میکنم. پسرم به کجا میروی؟ وقتی عمل کردن هم آماده است. با نشستن کار بود نمیشود. پسرم یکم کاری بد نکنی آخر. توبه گوید مادر جان توبه. کدام وقت من کاری بده کردم که چی کنم برای خوشبختیمون؟ با خواست خدا انشاءالله همش خوب می شود. میدونی عمر این خیلی کاری خیر است چون که قسم زیادی بیماران از سبب نداشتن سقوط اجتماعی به ما مراجعت نمی کنند. بله برای ما هم یک دیگرگونی شد. در بیمارخانه تا شب نشستن دلگیر کننده است. سرمه خوش آمده. خوش باشی. مادرت بیمار شد. مرحمت داره.
التماس ناراحت نشوید خاله جان. ما به مهمانی نآمده ایم کو برای تشخیص آمدیم. کمی قامتتان را راست کنید. انا همینطور. این خدمت رسانی رایگان است. بچه ها سراغه بیماران را گرفتند. برکه بیده. ثروت گفت که شما علتدار میشوید نصیب باشد توی کرد. بس کن پسرم ای بست. با شما دارو می نویسم. انشاءالله در 2-3 روز شفا می شوید. خدا شفا دهد. اکا عمر بابای واحد در کجا؟ چرا پرسیدی؟ برای گرفتن این داروها از بابای واحد پول میگیرم. بابای واحد برای هر یک صوبه اذیت کردنم پول میدهند. داروها رو فکر نکن، ما خودمون میگیریم. بابای واحد رو دیدن میخواهی؟ ای دختر گوش کن. لابر سعیده چرا نبرآمد؟ سعیده امروز به دست نامده است. این دختر کجا شد؟ حالا بیاید من چیکار کردنم رو میدونم. چی شد دامان؟ سعیده در هیچ کجا نیست؟ ینگه من سعیده از چشمم ناپدید شد. چه خیل دامان؟ یک دختری کلان ناپدید شد؟ در نزد مکتب انتظار شدم لیکن نبرآمد. پرسان شدم مکتب ناآمده بوده است. داغان باز هر دو نگریخته باشن. خدا نشون ندهم. کلیستو یک طرف استو. هرمز یک چای بیار. حلیمه باز چی گفته؟ حمزه این دختر چی کاری کرده است؟ وای چی کار کرد؟ تا حال به خانه برنگشته است، به مکتب هم نرفته است. باز نگریخته باشه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آفرین پسرم، آفرین به تو. این حق حلال تو. تشکر بابای واحد. بابا چرا برای اذیت کردن سوره اینقدر پول کلان میدید؟ این رو نادرست فهمیدنشون ممکن. اکثر این کودک ها کم بضاعتند و احتیاج دارند. فکر کردم چگونه نرنجانیده به عزت نفسشان نرسیده کمک کنم. نمیخواهم که زیر مینت کسی بمانند. همین تا فکر کردم درست است یا نادرست است نمیدانم پسرم. لیکن در میان آنها کودکان دارا نیز هستند. به آنها هم میدهم با این بچه های بی بضاعت شاید نرنجند. آنها کودکند. حتی یک چیزی است که بچه دارا هم شاد میگردد و فقیر هم. مگر تو در روزهای عید پولی نمیگرفتی؟ پسرم برای نرفتنت چی کار کنم؟ چی چاره یابم؟ از فرار کردن هیچ چیز عوض نمی شود.
اگر دشمنی با رفتنت بس شود پس بیا با هم از این محله می رویم. تقدیرت در همینجا باشد و فرار کردن چه حاجت. راست میگویید. بابا این تنها در فکرم بود. کارهای ناتمام بسیار. تا تمام نکنم نمیروم. خیر بابا جان من روم. آش صدری خودت را احتیاط کن. خدا نشان ندهد. تشکر. از تو یک چیز میپرسم. شبی کشته شدن رمزی در همونجا بودی؟ چی؟ من در اونجا چیکار میکنم؟ چرا اینطور میگویی؟ کارگرها را خبر گیرم. روز جنایت اونجا یک عینک شکسته بود. راستش را بگو، در این کار تو هم شریکی. بگو چی شد آن شب؟ التماس بگو، تو هم آنجا بودی. صدری تو اینجا چیکار میکنی؟ صحبت داریم امک. حاضر وقتی صحبت نیست. کار از موی سرمزی ها. کارگرها تو را انتظارن تو باشید صحبت نکنی. امک اجازه دهید، این خیلی مهم است. چه مهم بوده است؟ با من بگو. رو پاس پس کارت چاو. بیا جانم بیا شیم. یکان خوراک فرمایم. بیا. خوراک خوری نامدم. نباشد با صدری چیکار داری؟ با من بگو. صدری یکان به حرمتی کرد. حاضر او را دیگه از در بیرون میکنن. من او را آگاه کردم که به عینک کار نکند. باز یکان حادثه رخ ندهد. راست میگویی. من هم باز آگاهش میکنم. خفاگیر نشو. صدری چرا عینکت رو نمیمانی؟ برای اون که عینکم رو دیگر میکنم. سفارش دادم از مرکز میارن. این کار رو زود حل کن. تو نزد این کودک گمانبر نشوی. انسان ها نمیفهمند، موافقه نمی کنند. شاید گوش کردن را ندانند و یا تنها چیزی میخواستگی خودشان را شنیدن خواهند، حالان که حقیقت یک است. حقیقت چنان پرقوت است که با نگاه مردم عوض نمی شود. چقدر برای تغییر دادنش کوشش کنند هم بیهوده است. نبیره باباش. بعضا حقیقت چنان است که کسی نمی بیند. بعضی حقیقت است که بر دیدنش دل قوت نمی کند. مرحمت پدر. تشکر دخترم. و مثل بلبلی توت خورده نشینیم حمزه. نگاه کن ساعت چند شده است. حالا هم دختر نیست. فرمان دهید سگ را رفته یابم. اول انیق کنم که وای دخترم را دوستیده است یا نه. اندکی صبر کنیم. اکا چی؟ سعیده گم شده است. هاشیم نپرس. شرمنده شدیم. هارون دخترمان را دزدیده برده است. در نشده این سگه که سعیده را دزدیده است. دستگیر باید کرد.
بیایید به خونه‌شون میرویم. اما که هاشم راست میگوید. دست و پایمان بسته نیست. این سگ را به آسانی دستگیر میکنیم. از کجا میدونید که هارون دزدیده است؟ سعیده به خانه ناآمد گفته او را گناهگار میکنید. شاید به خانه دوگانه‌اش رفته است و خبر دادن را فراموش کرده است. این خیلی نگو. که دیدی که سعیده به خانه دیر آمده باشد؟ یک به ساعت نگاه کن چند شده است. راست؟ خیر فراموش نکنید که هارون به محله برگشته است. ساده نشنیده که اگر شرمنده شده نخواهی دختر را باید یابیم. بیستیل من حیدر رو دیدم. گفت که هارون ماشینش رو از اون موقتا گرفته است. شاید انیق است که هارون دختر را دزدیده است. اما که همزه وقت بیهوده می رود. این بچه از تولد شدنش پشیمان می شود. رفته همه می روی. آقای جان بیا بازی کنیم. ثروت با تو چی شد پسرم؟ چیزی راز من پنهان می‌داری؟ کنی بگو. مادر جان من چی؟ من خواب دارم. خوابم اومد. شبت خوش پسرم. خدا جان من رو ببخش. من دزدی کردم. ببخش. این رسمی پدرم. این خوراک کی مادر جان؟ کنی به من ده؟ روبیا وقتی از خانه بر آمدنش رنگ و رویش پریده بود حالا هم ناآمده است. خواطر نشوید. هارون کودک نیست، حاضر میآید. کوش که نزد سعیده نرفته باشد. انشالله گمانی من دروغ میبراید. او کودک نیست که دیده و دانسته به سر همه ما مشکلی آورد. او برای دوست داشتهش همه کار رو میکند. برای هارون سعیده یک طرف، دنیا یک طرف. هارون برو برا. یا مرد باشی برا. برو برا. برو برا. پوریا خالا. پوریا. واسه پوریا خالا. خدای توبه. خودش چه گپ است؟ این از روی مردی